بعد از تهیه نیتکی، سرانگشت دست چپ رو روی 3 تا سوراخ بالا و سرانگشت وسط دست راست رو روی 3 تا سوراخ پایین قرار میدید و به صورتی باشه که کاملا سوراخ پوشیده بشه، هیچ روزنه‌ای نداشته باشه و هوایی ازش خارج نشه، وگرنه صدای فالشی تولید میکنه و فقط فعلا از این قسمت صدا خارج میشه و رفته رفته شما انگشتا رو از پایین شروع میکنید به بلند کردن و سر جاش گذاشتن تا بتونید دقیقاً جای سوراخ رو پیدا کنید و بعد با ساز امتحان میکنید.